الحمد لله المتجلي لإضافه من أفق الألباب المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا فأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض، فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وأهلكتم وهلكتم. فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعیم. بشر همیشه دنبال سعادته، دنبال اینه کاری بکنه که اگر دنیای دیگری وجود داشت خودش رو نجات بده. بعضی فرق عقیده دارن که دنیای دیگری غیر از این دنیا هست و لذا سعی میکنن کوتاه‌ترین راه رو انتخاب کنیم که سعادتمند بشن. خدا یک لطفی در حق تشیع کرده است که یه راه کوتاهی رو جلو پای ما گذاشته برای سعادت جاودان، سعادت اخروی. و این راه بسیار کوتاه است، اما اشخاص کمی موفق به درک او می شوند، چون در مقابل این لطف الهی کسی ایستاده است، قسم خورده است که انسان رو از راه صحیح منحرف کند. لذا فرمود تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. برای خودتون یه چیزی جمع کنید. بهترین چیز تقواست. ای صاحب خرد. چرا میگه خدا صاحب خرد؟ میگه باید بصیرت داشته باشی تا بتوانی این زاد راحله رو حمل کنی. یه ملکی، یه پادشاهی 3 تا وزیرش رو صدا زد، 3 تا گونی بهشون داد. بهشون گفت برید فلان باغ، این گونی ها رو پر از میوه میکنید، برای من میآورید. اولی رفت گفت این شاه هست، ملک هست، بزرگ ماست. 3 جور میوه جمع کرد. گفت چون شاه ما، ملک ما محبوب میتواند هر روز میوه میل کنند. یه سری میوه ها رو رسیده برداشت، یک سری رو نیمه رس و بقیه کار. دومی گفت این شاه ملک نیازی به این میوه ها ندارد، این همه دربار دارد، دربان دارد. لذا این میوه هایی که رو زمین بود جمع کرد، گونه رو بست. نفر سوم همون دم در باغ گفت شاه به این میوه ها نیاز نداره. لذا از خار و خاشاک گونه رو پر کرد. وقتی آمدن پیش این ملک گفت این 3 تا رو ببرید، با این گونی‌های خودشون زندانی کنید. 3 ماه
اجازه ندید بیان بیرون. بعد از 3 ماه اون کسی که با تحول میوه‌ها رو جمع کرده خیلی سرحال اومد بیرون. دومی اون میوه‌هایی که از روی زمین برداشته بود در حالی که جان میداد رو آمد بیرون. سومی هم دیدن مرده است. این پول دست مونتو هم هست، چون 3 موقف باید از این خونی برداشت کنید. یک، هنگام جان دادن. هنگام جان دادن این در این گونی رو باید باز کنی، آنچه که ذخیره کرده ای برداری. موقف دوم، آن وقتی که تو رو در قبر میگذارن و لحد رو قرار میدن، باید دوباره گونی رو باز کنی، از گونی آنچه که ذخیره کرده ای برداری. و موقف سوم، آنجایی که بشیر و مبشر یا نهی و منکر میاد، باید اون زادی رو که جمع کرده ای اونجا عرضه کنی. یک از چیزهایی که میتواند ما رو در این 3 موقف نجات دهد ایمان به اهل بیت است. ایمان، نه لقلقه زبان. متاسفانه بعضی از موانع موجب شده است که انسان از تعالیم اهل بیت دور باشه، توجه نکنه و این خودش موجب شده است که جامعه منحرف بشه. گاهی انسان خودش نمیخواد، میگه هنوز ما جوانیم، وقت داریم. بابا دنیا تغییر کرده. امروز زن به ماه رسیده. این چیزهایی که مطرح میشه مال زمانهای قدیم است. گاهی وقتا بشر اینطوریه، لذا مانع میشود که اون ایمان در او ایجاد شود. گاهی وقتا نه، تلاش میکنه، اما یک چیزی در مقابلش قرار داده است که مانع می شود این ایمان در دل انسان رشد پیدا کنه. رفیق ناگاه تلاش میکنی، از موعظه استفاده میکنی، تحول در تو ایجاد می شود، حب اهل بیت در تو ایجاد می شود. یه رفیق ناگاه همه چیز رد شد. یا خودمون مقصریم، چیزهایی رو در زندگی راه میدهیم که این معنویت و ایمان رو از ما میگیرن. پسرم رو توصیه میکنم، نصیحت میکنم، ماهوارم تو خونه گذاشتم، اون ایمان ایجاد نمیکنه. لذا در جامعه ما وقتی نظر میکنی میبینی لباس تیم‌های ملی تن بچه ها بیشتر از لباسی است که آوازه شعار داره. نام یا حسین رو لباس کمتر از نام بازیکنانی که در دنیا معروفن. چرا؟ من خودم ایجاد کردم به واسطه آن چیزی که در خانه برای خانوادم فراهم کردم. و گاهی وقتا نه، به معاش دقت ندارم، به اون چی که به خانه می آورم. فرمون فردای قیامت از 5 چیز سؤال می شود. یک، عمرت رو در چه مصرف کردی؟ من 70 سال 80 سال به تو عمر دادم،
اگر عمر طبیعی بکنی این عمر چیکارش کرد؟ اون جوانی که قدرت داشتی همه چیز رو فرا بگیری، قدرت داشتی معنویات رو اضافه کنی، قدرت داشتی خود رو به خدا نزدیکتر کنی به واسطه علم، به واسطه دانش، به واسطه فرا گرفتن علوم اهل بیت روحی لهم الفدا. کجا بود؟ این مال و منالی که الان دستته از کجا بود؟ آیا واقعا ما در لقمه‌ای که داریم مصرف میکنیم آیا دقت داریم که از کجا میاد؟ چه کسی دست ما میدهد؟ چون اینا همش مؤثره در زندگی. ایمان به اهل بیت. اهل بیت نورن. اگه بخواد باید کسی نور رو کسب کند، معرفت پیدا کنه به نور، باید زمینه و بسترش رو ایجاد کنه. فرمود من به تو دادم، منال دادم، چی مصرف کرد؟ حلالته. اما تو به جامعه نگاه نمی کنی، به رفیقت نگاه نمی کنی. خیلی صریح بگم، اگر ما آنچه که به دست میاریم درست مصرف کنیم، نباید فرزند حضرت زهرا سید دستش رو دراز کنه بگه من محتاجم، نمیتوانم زندگیم رو تأمین کنم. پس ما تو مصرفمون، تو آنچه که به دست ما امانت است دقت نمی کنیم. فرمود عمرت رو در کسب دانش چگونه مصرف کردی؟ یه فتره از زمان خداوند متعال به تو این استعداد رو داده که حرام و حلال رو فرا بگیری، قال الباقر و قال الصادق رو فرا بگیری که تو زندگیت او رو اجرا کنی. مانع دیگری که از رسوخ ایمان جلوگیری میکنه معرفی الگوی غلط در جامعه است. یا شاعر یا عارفه. میبینید من یه آقای از خارج کشور آمده بود، سوال کردم از یه آقایی کجا رفت وقتی آمد ایران؟ گفت رفت سر قبر فلان عارف. گفتم خب امام معصوم هم اونجا مدفون است. گفت نرفت زیارت کن. گفتم این چه شیریه؟ کسی که میخواهد ایمان اهل بیت رو کسب کند همه باید برن بیرون. این علمای بزرگی که خاک زیر پاشون توتیای چشم ماست، به خاطر این است که اینا درس ایمان رو خوب فرا گرفتن، نور ایمان رو خوب کسب کردن و برای اینکه ما بتوانیم این نور رو از اونها بگیریم به اینا احترام میذاریم. و من نباید کاری کنم فرزند من الگوی دیگری غیر از اهل بیت رو برای او معرفی کنم. شاعر کیه؟ عارف کیه؟ اینا در مقابل اهل بیت کیان؟ این کتاب‌هایی که نوشته می شود و جوانها رو به سوی دیگر سوق می دهند. اینا خلاف است. جوان باید عارف باشد به معلومات، به علوم اهل بیت. عزیز من، آنچه که اهل بیت دارن میتوانند در جهت نجات بشر انسان برای خودش الگو بگیره. گاهی وقتا ما مبلغین کوتاهی میکنیم.
آنچه که وظیفه ماست به نسل جوان نمیرسانیم. شما معارف اهل بیت رو ببینید، این امام صادق رو، نصایحش رو ببینید، چقدر اهل بیت در جهت سازندگی بشریت مطالبی رو فرمودن که اگر ما سرمشق قرار بدیم میتوانیم سعادت اخروی رو کسب کنیم. الان از یه جوان سوال میکنی که آقا امام صادق به تو چه گفته است؟ چه کاری انجام دهی؟ ساکت نیست، ولی از فلان هنرپیشه، از فلان عارف که سوال میکنی اینا اشتباه است، غلطه، این راه درستی نیست. فرزندانتون رو از این راه خارج کنید. تو پدری، موظفی، خداوند متعال یه فتره از عمر رو به ما فرصت داده که بتوانیم خود رو بسازیم. یا نه ما معلمان جامعه کوتاهی نکردیم، آنچه که ائمه روحی لهم الفدا فرمودن نقل کردیم، اما تفسیر به رأی کردیم. آنچه که امام روحی له الفدا میخواهد برساند شاید یه بیان کرد. ایمان و نورانیت وقتی حاصل می شود که آن شیطانی که قسم خورده است ابا و استکبر و کان من الکافرین، گفت خدایا انسان خلق کردی، قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتش خلق کردی، او رو از گل، لذا من سجده نمی کنم. قال فخرج، خارج شو، فخرج منها فانک رجیم. وقتی خواست خارج بشه گفت خدایا یک عبادت من 2 رکعت نماز بود 2000 سال طول کشید، در مقابلش چه به من میدهی؟ مگر خدایا وعده نکرده ای که هر کسی مرا عبادت کند مزدشو بهش میدم؟ خدا فرمود بله، اما بعضیا رو مزدشو تو دنیا میدم، از آخرت خبری نیست. بعضیا در آخرت میدم و بهشت رو مأوای اونها میکنم. گفت خدایا حالا که بناست من رانده شوم، من از تو طلب میکنم در مقابل این عبادت یک تا قیامت به من عمر بده که من بتوانم زنده باشم. خدایا به من این قدرت رو بده که مانند خون در بدن انسان جریان پیدا کنم. یا عابدی شنید که عده‌ای جمع شدن دارن میرن بت پرستی. گفت چه کسی بت رو آورده است؟ گفتم روی این قله کوه یک کسی یک بتی رو ساخته، مردم دارن عبادت میکنن. این کلنگ خود رو برداشت و دوش گذاشت، حرکت کرد، تو راه شیطان ظاهر شد. شیطان
از خدا خواست خدایا انسانها مرا نبینن اما من اونها رو ببینم. اما گاهی وقتا ظاهر میشد به شکل عابد تا بتواند شخص رو فریب بده. گفت عابد کجا میری؟ گفت عده‌ای بتی رو ساختن میخوان خراب کنن. گفت چرا بتو خراب میکنی؟ انسانها رو بساز، کار انبیا رو انجام بده. اینایی که میرن بت رو عبادت میکنن انسانهای جاهلی هستند، اونها رو نصیحت کن. گفت من مالی ندارم، امکاناتی ندارم. گفت من روزی 2 دینار به تو میدم. گفت حرف خوبی زدی. روز اول 2 دینار، روز دوم، روز سوم 2 دینار ندارم. باز کلن رو برداشت. شیطان ظاهر شد بهش گفت عابد کجا میری؟ قبل از این جریان وقتی رفته بود، وقتی رفت عابد اون بت رو خراب کند، درگیر شد با شیطان، تونست رو سینه شیطان بنشیند. میدونی چرا؟ چون برای خدا میره، برای اینکه اون بت رو از بین ببره. مردم نباید بت پرست باشن، باید خدا رو بپرستن. این بار دوم حرکت کرد، شیطان ظاهر شد. عابد کجا میری؟ گفت که تو که وعدت وفا نکردی، میرم بتو خراب کنم. درگیر شدن. شیطان نشست رو سینه عابد. به شیطانه گفت چی شد؟ گفت اون دفعه اول که تو رفتی اون بت رو خراب کنی برای خدا رفتی، اما این بار دوم برای اون 2 دینار. نور، معرفت، آگاهی به معارف اهل بیت باید انسان از دایره خودش شیطان رو خارج کند. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. ظاهر میشه، پنهان میشه، تو رو وسوسه میکنه، فرا میخونه برای اینکه از راه ایمان خارج بشی. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلص کی هم؟ مخبتین هم. مخبت کسیست که آگاه، پرهیزگاره، خاضع. خاضع در مقابل چی؟ در مقابل معارف اهل بیت، در مقابل حکم الهی. فضیل بن یسار مخبت بود. امام صادق نگاه بشه کرد، لذت می‌برد. چرا؟ ببینید عزیزان، ایمان به واسطه بعضی از افعال در انسان رشد پیدا می‌کنه. ایمان در جهت محبت به اهل بیت. دیدید بعضی از این افعال وقتی پیششون میشینه آدم لذت میبره. آخوند نیست، درس آخوندی نخونده، اما نصیحت میکنه. میبینی که جلوس باهاش زاد بر ایمان است. فضیل بن یسار از اصحاب امام باقره، امام صادق. خدا اگر در راه اهل بیت قدم برداری، تو ذریت هم کاری میکند که ذریه تو هم صالح باشد. این فضیل بن یسار 2 فرزند دارد، قاسم و علا، که هر دو از ثقاتند. یک نواده دارد به نام محمد، او هم ثقه است. خدا برکت میدهد به نسل انسان. این غسالی که فضیل بن یسار رو میشست گفت آقا من چیز عجیبی از این فضیل بن یسار دیدم.
وقتی من داشتم میشستم برای اینکه چشمهای من به عورتش نیفتن خودش دستش رو عورتش میگذاشت. اینا کماله. اینا کسایی هم که درک کردن مراحل ایمان رو و خدا موفق کرده است اونها رو در جهت کسب نورانیت. انسان رو که خدا خارج کرد از بهشت، ایستاد گفت خدایا مرا راندی، برای کسب ایمان خداوند متعال یه راهی را برای انسان قرار داده. گفت آدم حالا که مرا از بهشت رو راندم چند تا چیز رو بهت میدم. اولا اگر نیت گناه کردی و گناه رو مرتکب نشدی، من این گناه رو در نامه اعمالت نمی نویسم. اگر نیت گناه کردی و گناه رو مرتکب شدی، انسان 7 ساعت بر طبق روایات موجود صبر می کنم و در نامه اعمال تو نمی نویسم. انسان اگر کار خیر خواستی انجام دهی، اما وقتی رفتی انجام بدی دیدی کس دیگه انجام داده، ای انسان ثواب این کار رو تو اعمالت می نویسم. خدا دیگه چی باید به ما بده؟ ای انسان اگر کار خیری رو خواستی انجام بدی و کار خیر رو انجام دادی، من 10 برابر به تو میدهم. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. اگر کسی خیر رو انجام داد من 10 برابر به او میدهم. یه لطفی هم که خدا کرده، آقایون همه شما به این امر مبتلایید. گاهی وقتا انسان احساس میکنه یک کاری رو میخواد انجام بدهد، خدا خوشنود نیست. یه ضمیر از داخل به انسان میگه انجام نده. خدا وعده داده است اگر کسی اهل ایمان باشد و در مقابل فرامین من فرمانهایی که من دادم تسلیم باشد، یه ملائکه‌ای رو قرار میدهم که از کارهای او نگهبانی کند. یعنی همون نجوای نفس، همون چیزی که به نفس الهام می شود که ای انسان این کار رو انجام نده. ابن جوزی در کتاب واعظ یک قضیه رو نقل می کند. خدا ببینید اینا مراحل ایمان ها. ایمان نسبت به محبت اهل بیت، همه اینا مؤثرن. میگه یه جوانی دور گرد بود، یه صحنه حرامی رو ازش خواست. زنی در رو باز کرد، گفت من باید برم قضای حاجت کنم. زن وارد مستراح شد، از اون نجاسات داخل مستراح برداشت، به سر و صورتش زد. آمد بیرون، زنه وقتی نگاش کرد گفت برو خارج شو. طبق این نقل میگوید این شخص بدنش عطرآگین شد. اون جون در کربلا وقتی آمد سید شهدا گفت چهره من سیاه است، من به چه دردی میخورم؟ مقاطع میگن وقتی سرش رو سید شهدا رو دامنش گذاشت، این بوی بعد مشک
به فضا سرازیر شد. اینا واقعیت که انسان اگر ایمان رو در خودش قوی کند، خداوند متعال توفیق میدهد. مخلصین، من اونا رو نمیتونم گول بزنم، خدا یه ملائکی رو قرار میدهد. بعد فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسایی که ایمان آوردید، برای خودتون اسراف کردید، یعنی گناه کردید، بعد گناه رو یادتون رفت که استغفار کنید، یادتون رفت که توبه کنید، از رحمت خدا دور نشید. خداوند متعال تمام گناهانتون رو میبخشه. کجا؟ این گناه کجا بخشیده می شود؟ چه کاری موجب بخشیدن می شود که من گناه مرتکب شدم، یادم رفت خدا گناه من رو می بخشد. فرمود فعلا مثل الحسین فلیبکی الباکون فان البکاء علیه یحط الذنوب العظام. گناه کردی، رفتی مجلس سید الشهدا، گریه کردی، گناهت بزرگ است، خداوند متعال گناه تو میبخشه. خدا چی دیگه باید به ما بده؟ باید ایمان رو در دل خود زنده کنی نسبت به اهل بیت. این اشک در چشم بیاد بیرون. باید واقعه قف رو واقعا درک کنی تا الآلام اون واقعه رو درک کنی و گریه کنی. بعد فرمود المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله. کجا خدا میبخشه؟ کجاست که من اگر گناه کردم، فراموش کردم، میدونید خدا چی میگه؟ میگه اگه کسی منتظر برای امر ما باشد، یعنی امام زمان رو درک کنن، بنده واقعی امام زمان باشد، زین برای مذهب باشد، کسی که او رو نگاه میکند لذت ببرد. دیروز یک قطعه رو برای من فرستادن، آقایون خیلی مؤثره، حرکات و سکنات ما. امروز تمام وقایع داره رخ میده. دیروز مردم دنیا میگفتن مگه ممکنه بچه 6 ماه رو بکشن؟ مگه ممکنه سید الشهدا فرزند رسول خدا رو سر ببرن؟ مگر ممکنه با بچه‌های سید الشهدا این کار رو بکنن؟ بیان گوشواره از گوش بکشن؟ مگه ممکنه؟ امروز خداوند متعال تمام این صحنه‌ها رو جلو چششون قرار داده. 70 تا کودک از تشنگی جان دادن، از دور از چشای مادر و پدرشون بردن انداختنشون رو هم. خدا میداند این عکسی که از این بچه‌ها گرفتن قابل رؤیت نیست. امروز خدا حجت رو بر ما تمام کرده و سومین مورد که گناه کردی اما خدا از گناهت میگذرد، ایمان و محبت رو نسبت به پیامبر اکرم و اهل بیت واقعی باشه تا شفاعت پیامبر شامل حالت بشه. پیامبر چی فرمود؟ فرمود من این همه زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم، من چیزی از شما نمیخوام. عاقبت بخیر میخوای بشی، میخوای فردای قیامت شاد باشی، فقط محبت اهل بیت رو داشته باش. محبت اهل بیت نیاز به جهاد داره. انسان باید
در دوران زندگیش طوری حرکت کند که این صفات ناپسند، صفاتی که به واسطه وقایع تاریخی حجت رو بر ما تمام کرده است، قسم خورده الا اون عبادی که خالصانه مخلصانه خدایا تو رو درک کردن و عبادت میکنن. هارون گفت میخوام یه نفر رو بیارید حدیثی از پیامبر شنیده باشه. این صفات ناپسند موجب می شود که انسان ایمان و محبت اهل بیت در او ایجاد نشه، لغلغه زبان باشه، لذا نمیتونه جلو شیطان بایسته، نمیتونه گناه رو از خودش دور کنه. محبت اهل بیت مانعه. کوتاه‌ترین راه محبت اهل بیت که به دنبالش سعادت بشری رو داره، هم دنیا هم آخرت وعده است، هم وعده الهی است، هم در روایات اهل بیت به او در دستت رو برای کی دراز میکنی؟ اونا جودن، رحمتن، ناظر بر اعمالن. فرمود اگه من نباشم که کفار مستولی میشن بر شما. شما فکر میکنید این تشیع عزتش از کجاست؟ این امانی که برای تشیع هست از کجاست؟ همش به واسطه نظر امام زمان روحی له الفداست. در روایت دارد هر سال استار کعبه رو میگیرد، دعا میکند خدایا فرج ما رو نزدیک کن. اینایی که خدا بهشون توفیق داد مکاشفاتی داشتن، با امام زمان ملاقات کردن، از شیعیان سوال کرده امام زمان چرا ما صاحب داریم قدرش رو نمیدانیم؟ چرا خدا این همه راه رو بر ما قرار داده است قدرش رو نمیدانیم؟ چرا فکر نمی کنیم 3 جا باید ما از زادی که جمع کردیم باید برداشت کنیم؟ چرا غافلیم؟ یه چیزی رو خدا فرموده است که این مطلب حجت رو برای همه ما تمام کرده. خدا تا جایی رفته گفته بنده من آدم تو رو از بهش راندم، اما یه چیزی بهت میدم، جان تو که به سینت رسید تا اون وقتم هر چی مرتکب شدی از خدا بخوای ازت میگذرم، تو رو میبخشم. عزیز من عمرها زود میگذره. من یادمه کلاس 3 یا 4 ابتدایی بودم، خدا میداند این مدیر ما اومد گفت که آقایون چشم به هم بزنید عمرتون تموم میشه. ما چشم رو به هم میزنید میخندیدیم. الان به خودمون باید بخندم، به خودم. این آقایونی که در این مجلس هستن و تاج سرمان ازشون سوال کنید چطور عمرت گذشت؟ آقا پربار کنید راه سخته. امیرالمؤمنین نگاه به محبتت به بچه‌هاش میکنه، نگاه به اون عشقت میکنه. مطلب رو جمع کنم. هارون گفت، هارون رشید میخوام یه نفر رو بیاورید موانع ایمان رو، یه نفر رو بیاورید که خودش حدیث از پیامبر شنیده باشد. پیرمرد فرسوده توی زنبیل آوردنش جلو هارون قرار دادن. گفت بخون. گفت یشیب ابن آدم و تشب معه خصلتان الحرص و طول الامل. یکی حرص، یکی آرزوی درازه. آقایون 2 چیز آفت عمده است برای محبت اهل بیت. ایمان به اهل بیت مانع می شود، نمیگذارد لحظه ای در مورد مقام و منزلت اهل بیت فکر کنید. یکی همین حرصه، چون روزات به حرص میگذره، روزات به آرزو میگذره. شیطان هم میاد جلو میگه آقا اگه دارا شدی بعد فکرش رو بکن. این القای شیطان است.
چون خدا فرمود نفخت فیه من روحی، خدا فرمود من از نورانیت خودم به تو دارم. نفخت فیه من روحی، خدا که خودش جدا نکرده، جسم که نیست، این که به خودش نسبت داده میخواد بگه یه چیز مهمیه که من به خودم نسبت دادم. ای بشر دارم به تو میگم، از روح خودم به تو دمیدم، قدر بدان. این روح نورانیت به واسطه محبت به اهل بیت روز به روز اضافه میشه. میدونید کجا؟ موقع مرگ. بگم کجا؟ اصحاب سید الشهدا شب عاشورا لهم دوی کدوی نحل، لاله میکردن مثل زوزه زنبور. بعد روز عاشورا جلوشون رو میگرفتن، آقا نرو، کجا داری میری؟ از همه سبقت میگرفتن. بعد سینه ها رو با سینه‌شون استقبال میکردن، کسی زره نمیپوشید. چرا؟ امامش رو شناخته، ایمان به اهل بیت پیدا کرده، دیگه مرگ براشون مسئله ای نیست. فرمود اگر محبت اهل بیت رو در خودت زنده کردی، آلام دنیا رو حس نمی کنی. این میثم رو وقتی دستش رو بریدن، باهاش رو بریدن، آویزانش کردن، فضائل امیرالمؤمنین میگفت. دخترش ازش سوال کرد بابا درد میکشی؟ اصلا حس نمی کنم دخترم. اهل ایمان کسی که ایمان به اهل بیت دارن آخرین لحظه درد حس نمی کنن. جان دادن خودشون وعده گذاشتن که امیرالمؤمنین روحی للفدا، پیامبر اکرم، حسن و حسین، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل حاضر میشن. بعد پیامبر میفرماد که امیرالمؤمنین اونجا میگوید یا رسول الله این محب ما بوده است. به جبرائیل میگویند به عزرائیل بگو با این شخص مدارا کند. فرمود آخرت چیه؟ مرگ چیه؟ پیامبر توصیف کرده از رفتن زیر سایه. انسان وقتی عمرش تموم شد مثل این است که زیر سایه‌ای رفته است، بعد منتقل میشه به دنیای دیگه. به خدا اینا واقعیت داره، اینا همش راسته، اینا حرفای قرآنه، حرفای اهل بیته. کاری کنید که این بچه ها تو هم فی قبورهم و الحسنات تسری الیه، شما تو قبر باشید بچه ها تو شما رو دعا کنید. سعی کنید زندگیتون رو ایمان از اهل بیت بکنید. این چیزهای زرق و برق دنیا رو خارج کنید. نمیدونم والا خجالت میکشه گاهی وقتا. دیروز یه جایی من بودم رفتم خرید کنم، اومدم بیرون، یه آقا اومد اصلا میخواست گریه کنه. جواب چیه؟ چرا گریه میکنی؟ مگه چی شده؟ گفت خیلی دوست دارم دیندار بشم، خیلی دوست دارم با اهل بیت باشم اما نمیتونم. گفتم پسرم فکر کردی که چرا نمیتوانی؟ دوستان کیم؟ با کی رفته آمدی کنی؟ چی میبری تو کنی؟ کاری چیه؟ همه اینا مؤثره. خداوند متعال به ما توفیق دهد که معارف اهل بیت رو خوب یاد بگیریم، نورانیت رو در خودمون ایجاد کنیم. خدا رحمت کند رفتگان شما، کسایی که بودن. من روز شهادت حضرت زهرا نگاه کردم خیلی گرم بود، نگاه کردم به صورت والدم دیدم صورتش قرمزه. بهش گفتم آقا اگه پاتون میسوزه این کفشا رو من بذارم بپوشید. گریه کرد. گفت این در حق فاطمه زهرا
کم است. ما چی کردیم؟ وقتی برگشتیم اینا زیر پاشون تاول زدیم، گفتم آقا چی شد؟ گفت یه چیزی برای من ثابت شد. اینایی که روز شهادت امام حسین رو این زغال گداخته حرکت میکنن و این سوزش رو حس نمیکنن، درست میگن، چون این پای من تاول زده اما من سوزش رو احساس نکردم. شما خودتون رو فامیل در اهل بیت ببینید، خونه امام صادق چه خبره؟ امام صادق هم به واقعه بین در و دیوار قضایاش شباهت داره، هم به واقعه کربلا. امشب میخوام ببرمت در خانه امام صادق، صدای ناله بلنده، هم خونش رو آتیش زدن، هم او را از خونه کشیدن، هم بهش جسارت کردن. راوی میگه وارد خانه امام صادق شدم. منصور لبانقی کاری کرده بود، امام رو مسئول کردن بنا بر قول مشهور بسار کل خیال. اینقدر امام لاغر شده بودن، اینقدر این گوشت‌ها آب شده بود که مثل شبنی شده بودن. میگم امام صادق، کسی که سیلی به صورت شما نزده، کسی شما رو بین در و دیوار قرار نداده، کسی فرزند شما رو نکشته اما در مدینه مانده. اصبحت کالخیال، هم مهیمه زده، هم خالده به ولید زده، هم تنفس زده، هم ملکونی زده. خود زینب روزه مادرش رو خونده. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه می‌زد. یک کودک 6 ماه هم امام صادق داشته، از دنیا رفت. امام صادق خیلی بی‌تابی کرد وقتی مریض بود. بگم به امام صادق فرزندت لب تشنه که نبوده، جد تو یک کودک 6 ماهه در کربلا داشته، اومد جلو ما صدا زد مردم شما با من دشمنی، با من کار داری، مگر نمی‌بینی چگونه دست و پا می‌زنی؟ می‌بینی چجور جوابش دادن؟ فذبحوه من البرید الی البرید. امام صادق وقتی اسماعیلش از دنیا رفت تو تشییع جنازش، هی گفت جنازه رو بذارید جوان منه، میخوام صورتش رو ببینم. هی جنازه رو زمین میگذاشتن، کفن رو باز میکرد، نگاه به اسماعیل میکرد، میگفت مردم اسماعیل من از دنیا رفته. بگم به امام صادق قطعوه اربا بالاربا. یه جوانی هم جنب تو داشته، آمد جلو پدر احساس گریه کرد، خیلی گریه کرد. امام روحی له الفدا برگشت، صدا زد پدر جان تشنگی امانم رو بریده، تجهیزات نظامی سنگین است، فرمود برات فرزندم زبانش رو در آورد، نشان داد به علی اکبر. علی اکبر منم تشنمه. خانه امام صادق را آتش زدن. امام خودش با دستاشون آتش رو خاموش کردن. مردم آمدن گفتن آقا سرتون سلامت، بچه‌هاتون سالمن. بکا العالیا. گفتن آقا چرا گریه می‌کنی؟ گفت یاد عمه‌هام افتادن، امکانی دنیا را آتش زدن. گفت دامن من آتش گرفته بود، دختر امام حسین. یکی به سوی من آمد، ترسیدم، فرار کردم، مرا گرفت، آتش رو خاموش کرد. ببینید دختر امام حسین چی گفته؟ گفت آب داری ما
سوختش آب دادم دیدم آب رو نپوشید گفتم دختر گفت خواهرامم تشنه گفت آقا یه سوالی ازت دارم بابای من تشنه بود به دشت کربلا وارد شد یه صحنه دیگه هم رخ داده است منصور دستور داد از در خانه امام صادق نیایید از بالا وارد خانه بشید آمدن امام مشغول عبادت بود نه عبا داشته نه رضا داشته نه عمامه داشته التماس کردن بذارید عمام رو بپوشن عبا رو بپوشن عمامه رو به سر بزن آقا جان جد تو سید الشهدا 3 روز در دشت کربلا به اینم پسنده نکردن دستور داد 10 نفر نعل تازه بسونه از باشون نحن رضا الساعة بعد الظهر تعبیر عبارت خیلی سخته میگه ما